خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. حالا ما و شما در درس چهارم رسیدیم. در درس چهارم فعل صحیح و معتل میخوانیم. فعل صحیح و معتل اینو باید یاد بگیرید، بسیار آسان است. خب این حال فعل صحیح کدام یکی است و فعل معتل کدام یکی هست؟ این حال فعل صحیح فعل را میگن، فعل صحیح فعل را میگن که در او حروف علت. حروف علت چی است؟ واو الف یا. این واو الف یا را حروف علت میگن. یکی واو است، یکی الف است، یکی یا هست. میگه حروف علت دی نباشه، دیگه چی نباشه؟ همزه دیش نباشه و تضعیف، یعنی در یک دو حرف از یک کلمه نباشه. این حال فعل صحیح را چه قسم تعریف میکنیم؟ میگیم فعل هست که در او سه چیز نباشه: حروف علت نباشه دیش، همزه نباشه و تضعیف، یعنی دو چند، یعنی یک حرف دو دفعه تکرار نشده باشه. ایره چی میگن؟ ایره فعل صحیح میگن. مثلا سعی کنید مثالای شما میخوانید مثالای فعل صحیح. مثلا فعل صحیح که از کتبه. کتبه سعی کن کاف و ت و ب. کاف هست، تا هست، با هست. اینالی حرف علت هم نیست دیش، واو الف یا هم نیست دیش، همزه هم دیش نیست و کدام حرفش تکرار هم نشده. مثلا دو تا کاف یا دو تا ت یا دو تا ب دیش نیست. پس کتبه فعل صحیح هست. و شربه که هست این هم فعل صحیح هست. چرا؟ شین ر ب. و شرفه هم چی است؟ پس این حال ما شما فهمیدیم که فعل صحیح کدام فعل میگن؟ فعل را میگن که در او حروف علت، همزه و تضعیف نباشه. پس این حروف چی میگن؟ صحیح میگن. هست. حالا میایم چی را میخوانیم؟ تعریف فعل معتل. فعل معتل دو قسم است. فعل معتل که هستی چی است؟ دو قسم است. قسم اولش ایره فعل معتل فعلی است که چی است؟ که یک حرف علت داشته باشه. قسم اولش فعل معتل است که این یک حرف علت داشته باشه. مثلا یک حرف علت داره، باز این سه قسم است. یا معتل الفا میگن، معتل الفا. یا مثال چی را میگن؟ که حرف اولش، مثلا ما و شما میفهمیم که همین حرف فعل که است، مثلا کتبه به وزن فعله هست، درسه به وزن فعله هست. در صورتی که در مقابل ف، یعنی حرف اولش چی باشه؟ حرف علت باشه، باز او را معتل الفا میگن. معتل الفا. مثلا وعده به وزن فعله هست، این الواو در مقابل ف آمده است. وجبه به وزن فعله هست، واو در مقابل ف آمده است. پس این را معتل الفا هم میگن و مثال هم میگن. معتل الفا یا مثال چی را میگن؟ که در مقابل حرف فا حرف علت باشه. دومش معتل العین است. معتل العین چی را میگن؟ که او را اجوف هم میگن، که در مقابل عینش حرف علت باشه، یعنی حرف دومیش حرف علت باشه. اگر حرف اولیش حرف علت بود او را معتل الفا یا مثال میگن. اگر حرف دومیش حرف علت بود او را معتل العین یا اجوف میگن. اگر حرف سومیش حرف علت بود باز او را معتل اللام یا ناقص میگن. مثلا معتل الفا کدام یکی است؟ وعده و وجبه. اگر حرف دومیش حرف علت بود او را باز معتل العین میگن، مثل قال، باع، کان. اینا معتل العین هستن. و معتل اللام کدام یکی را میگن؟ که حرف سومیش حرف علت باشه، مثل نما، نمو کرد، شرا یعنی خرید یا چی کرد، عفا کرد، دعوت کرد. فهمیدین؟ قسم دیگه چی هسته؟ مثال های معتل الفا را میخوانیم. مثال های معتل الفا مثلا سعی کن معتل الفا وعده، وجبه، وجده. خب حالا میایم در مثال های معتل العین. معتل العین که از باع هست. مثلا میگه باع، باعو، باع فروخت. باع، باعو، باعت، باعتا، بعنا. بعت، بعتما، بعتم، بعتی، بعتما، بعتن، بعتو، بعنا.
كان كانا كانوا كانت كانتا كنا كنت كنتما كنتم كنت كنتما كنتن كنت كنا. خب بعد از کانا قاله هست. قاله قال قالا قالوا قالت قالتا قلنا قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلت قلنا. معتل لام ما شما میخوانیم سعی که ما براتون بخوانم که این چیز شوه. مثلا میگین دعا دعوا دعو، باز معنیش میگیم دعت. اگر دو نفر باشه باز میگیم دعتا، جمع باشه باز میگیم دعونا. اینا در مخاطبش چی میگین؟ دعوت دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتن دعوتو دعونا. و در مثلا غزا غزوا نمود، مثلا غزا غزوا غزو غزت بر معنی از غزت بگیم. غزت غزتا غزونا غزوتا غزوتما غزوتم غزوتی غزوتما غزوتن غزوتو غزونا. بعد از اون مثلا در رمامه، مثلا رما فیر کرد، مثلا رما او یک نفر فیر کرد، رما یا دو نفر، رمو جمع هستن. اگر مؤنث باشه باز میگیم رمت رمتا رمینا رمیت رمیتما رمیتم رمیتی رمیتما رمیتن رمیتو رمینا. معتل ای چی بود که دو حرف علت داشته باشه و او که دو حرف علت داشته باشه او رو چی میگفتن؟ او را لفیف میگن. وقتی که دو حرف علت داشته باشه او را لفیف میگن. لفیف یعنی چیزی که دو حرف علت داره و این لفیف که است مثلا مثل قوا. قوا شما سکن قواره، قوا یک فعل است، این دو حرف علت داره. قوا دو حرف علت داره که یکیش واو است یکیش هم الف است. پس که دو حرف علت داشت ایره حرف ایره فعل چی میگن؟ معتل که لفیف است. و یا وقا، شما وقا را وقتی که سهل میکنین وقا یعنی وقایه نمود. قوا به معنای قوی شد و وقا وقایه نمود. حالا مثلا در وقا سعی کنین واو است و داخلش الف است، پس این دو حرف علت داره، ایره لفیف میگن. اقسام لفیف، باز لفیف که است دو قسم است، یکی لفیف مقرون است یکی لفیف مفروق هست. مقرون چی معنی؟ مقرون یعنی پالو در پالو، پالو در پالو. یعنی لفیف مقرون کدام یکی میگه که دو حرف علت به پهلوی هم باشن. قرین چی میگه؟ مثلا قرین کسی که در پهلوی انسان باشه. اینال قرین پهلو را میگن. و لفیف مقرون یعنی وقتی که دو حرف علت در پهلوی هم باشه، مثل قوا. در قوا سعی کنین واو و الف در پهلوی یکی دیگه است، زبانشان فاصله نیست. و لفیف مفروق چی را میگن؟ لفیف مفروق که در بینشان چی باشه؟ در بینشان فاصله باشه. مفروق یعنی در بینشان فرق باشه، در بینشان جدایی آورده باشه. مثلا در وقا شما سعی کنین که در بین واو و الف قاف فرق آمده، در بینشان جدا کرده یادن. پس ما دو قسم فعل داریم، یکی لفیف مفروق و یکی لفیف مقرون. و السلام علیکم و رحمت الله.